اولین خوراک جنتیان چیست؟ اولین خوراکی که جنتیان آن را میخورند این یک گوشتپاره زیادتی که در جگر نهنگ وجود دارد همان است. یکی از یهودیان وقتی که میاد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا آن را امتحان کند که آیا این رسول بر حق است یا نه، بعضی از سوال ها میکند از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اولین سوال این یهودی همین است که میگوید تحفه اهل جنت چیست؟ هدیه‌ای که الله سبحانه و تعالی برای جنتیان بار اول که داخل میشوند برای آنها چی تحفه میکند؟ چی میخورند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید که زیادت کبد نون، یعنی که همان گوشتپاره که در پهلوی جگر نهنگ وجود دارد همان را برای جنتیان میدهند. این یکی از پاکترین خوراک ها و بالذت ترین خوراک ها به شمار می رود. و بعد از آن میگوید که در نهاری برای آنها چی میدهند؟ بعد از اینکه این گوشتپاره جگر نهنگ را میخورند بعد از آن چی میخورند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به او میگوید که برای جنتیان یک بقعه‌ای که در اطراف جنت میگشت و از آنجا میخورد آن را ذبح میکنند برای جنتیان. بعد از آن باز میپرسد که شراب آنها چیست؟ شراب آنها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که یک چشمه ای که به نام سلسبیل است از آن می نوشند. این هم در قرآن کریم آمده است که عینا فیها تسمى سلسبیلا، یک چشمه ای که به نام سلسبیل است. سلسبیل این آبی است که بسیار بامزه و لذت و در حلق انسان بسیار با آسانی میگذرد. بعدا این یهودی سوالهای زیاده میکند درباره خلق انسان، تکوین جنین، نوزادی که در شکم مادر است. بعضی سوالها میکند و بعد از آن میگوید که همه سوالهایی که من کردم آن را درست جواب دادید، شما راست میگویید. یعنی آن سوالهایی که در تورات دیده بود، آن جوابهایی که در تورات بود، آنها را وقتی که میپرسد همه جوابهای آنها را میگیرد و تصدیق میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همه آنها را درست جواب میدهد. ولی شهادتین را نمیگوید، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله را نمیگوید. این حدیثی بود که در صحیح مسلم وجود دارد و درباره خوردن یا که خوراک جنتیان بار اول که داخل جنت میگردند این را شرح میدهد. و در وصف جنت و طعام خوردن اهل جنت حدیثی هست که از انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایت است که میگوید شنیدم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود ان اسفل اهل الجنة اجمعین درجة لمن يقوم على رأسه 10,000 خادم. پایین ترین منزلت در جنت برای کسی است که 10,000 خدمتگار دارد. از همه پایین ترین منزلت 10,000 خدمتگار دارد که بید کل واحد صحفتان، به دست هر یکی از آنها 2 طبق است، 2 ظرف است. واحدة من ذهب والاخرى من فضة، یکی از طلا است و دیگر از نقره. فی کل واحدة لون لیس فی الاخرى مثله، در هر یک طبق یک رنگ از خوراک یا یک رنگ از نوشیدنی است که در طبق دیگر وجود ندارد. یأکل من آخرها مثل ما یأکل من اولها،
از آخرین طبق همان گونه می خورد که از اولین طبق خورده بود. یعنی اشتهایی که دارند اهل جنت به مانند همانی است که انسانی که گرسنه است از اول طبق آغاز می کند و آخرین طبق را به همان اشتها به اتمام می رساند. یجد لآخرها من الطیب واللذة مثل الذي یجد لأولها. همان لذت و همان پاکی که از اول خوردن را آغاز می کند، همون لذت را احساس می کند در آخرین طبقه که می خورد. یعنی که نعمتی لذت، نعمتی پاکی، نعمت اشتهای خوب به همان اندازه است که 10,000 خدمتگار برای اون طبقه ها را می آورند و از همه آن نوش جان می کند. طعمهای رنگارنگ و اشتهای آن تا آخرین طبق به همان اشتهایی که از اول آغاز کرده بود همان گونه است. بعد از آن ثم یکون ذلك ریح المسک الاذفر. همین خوراکی که جنتی می خورد به مانند مشکی که بسیار یک بوی به قوت دارد، مشکی خوشبویی که بوی آن به هر طرف خارج می گردد، همان گونه از بدن این جنتی خارج می گردد. لا یبولون، آنها پیشاب نمی کنند. ولا یتغوطون، آنها دشت کلان نمی روند. ولا یمتخطون، آبی بینی آنها نمی رود. اخوانا علی سرر متقابلین، با هم دوست هستند بر کت‌هایی که روپروی همدیگر می نشینند. این بود بعضی از نعمت‌های اهل جنت که انس رضی الله تعالی عنه برای ما و شما ذکر کرد. از الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم، التجا میکنیم که ما و شما را از اهل جنت بگرداند.